این یگانه خوردنی است که چند روز اخیر این مادر برای فرزندانش میپزد. در خانه غذای دیگری نمانده است، ولی باید شکم بچه ها را سیر کرد. زندگی هوسمند نیازوا و فرزندانش 5 ماه اخیر همین شیوه را دارد. شوهرش 5 ماه پیش آنها را ترک کرده به خانه همسر اولش رفت. از او برای هوسمند 4 فرزند ماند که باید کلانشان کند. وی میگوید زناشویی با این مرد پیر یک خطا و امر مجبوری بود. مایندن فهم کرد که مهمونی بره، آقا همین سفید پیر مرا داد. 7 بچه داره، 3 دختر داره. در خونش جنگ و جنجال بسیار. اکنون هوسمند و 4 فرزندش در دهه دوردست لاله‌زار ناحیه وخش در یک وگان زندگی میکند. در این دهه آب را میخرند. مردم زندگی سختی دارند، اما او مجبور به اینجا آمده است. فرزندش زدن، بچهش گلکوم زدن، مرا زدن. دیگه مرا در خونش نه ایستادم. ناتوانی در تأمین خانواده و گرسنگی فرزندان بحث زن و شوهر را زیاد کرد و همیشه با خشونت نسبت هوسمند تمام شده است. مرا با اومد در اینجا زندگی کرد، تاور به سر مگری او میکشم قطی دختر گلکات هیچ کنه بد مرا چکنه ما خودم گریختم. خب نه همسایه رفتم، همسایه من نصیحتش کرد. 2 فرزند هوسمند باید در صنف 1 و 2 تحصیل کنند، ولی دوری مکتب از وگان آنها سبب شده است که آنها تحصیل نکرده اند. زندگی جا قین شده. این سبزواد آب برد، آب نمی‌آوریم بخوریم، یگان چی شرایط نیست در اینجا که دیگه بیستیم. هوسمند در عوض نگاه بینی باغ در این وگان اجازه زندگی را پیدا کرد. باغ پس از سیل خراب شد. او و بچه‌هایش بی سرپناه ماندند. ما را میگن که اینجا خیلی بخیزیست، ما دم میاریم، ما نمیدونیم کجا بریم و کجا. با یافتن همسر هوسمند نائل نشدیم. خودی او سراغ درست شوهرش را نمیداند. شاید پس از این گزارش پیدا شود و به یاد همسر و 4 فرزندش افتد. الان جانی کیه؟ بچه‌ها از اصل واقع خبر ندارند و بی‌پروا از مشکلات مادر گاه با یاد پدر میافتند و یگانه عکسی که دارند با هم تماشا میکنند.